دوستان عزیزم، یکی از مسائلی که این اواخر اتفاق افتاد مسئله جنگ بود. با مسائل سیاسی و اقتصادیش اصلا کاری ندارم، چون در تخصص من نیست و میگم اگر جایی هم بیان بکنم هدف از دید خودشناسی دارم باش دربارش صحبت میکنم. عرضم به حضورتون که اتفاقی که ولی افتاد خیلی میتونه جامعه ما رو، حالا من میگم نه فقط وقتی صحبت از این زمین کنیم، نه فقط دوستان عزیزم ایرانیان که ما همه مثلا در داخل ایران هستیم، حتی خارج از ایران، و قرار نیست به بیرون نگاه کنیم، به خودمون نگاه میکنیم، قرار کلامون رو خودمون قاضی بکنیم. و چون این مسئله جنگ مربوط به ایران بوده، ولی دوستان عزیز حتی اگر ایرانی نیستن، حالا میگم شاید یه سری ایرانی خارج کشورهای خارج هستن، ولی مثلا دوستان عزیز در افغانستان هستن، در تاجیکستان، ازبکستان، این مسئله رو به عنوان یک دید جنگ به ایران در ایران نگاه نکنن. این جنگ یک اسمه، یک مشکلی هست، یک چیزی هست. حالا این اسمش برای شما شاید عوض شده باشه، برای همینم در شرایط خودتون نگاه کنین که چجوری میتونین حرفایی که من میزنم، این توضیحاتی که من میدم که مربوط به خودشناسی، نه مربوط به مسائل جنگ، میتونه در زندگی شما اثر گذاشته و با این دید میتونین شما چه تغییری ایجاد کنین، چه آگاهی رو اول بهش اضافه کنین، آگاه باشین، بعد تغییر رو ایجاد کنین. دوستان گلم، چیزهایی که من در شبکه اجتماعی دیدم، نمیخوایم واقعا احساسی حرف بزنیم بگم وا باعث تأسفه، نه هستش، وا شرمندگیه، نمیدونم چی، نه، انسانیم، هر کشوری هم، میگم این حرفم فقط مخصوص ایران و افغانستان، تاجیکستان، همه کشورها آدم‌های متفاوتی دارن با ریاکشن ها و واکنش‌های متفاوت، از آمریکاش گرفته تا چین، همه جا، قاره آفریقا، همه جا همین هست. اوکی؟ برای همین نمیخوایم بگیم ما بدیم، ما خوبیم، اصلا از این بحثا اصلا وجود نداره. مسئله اصلی که من اینو بیان میکنم به خاطر بد و خوب بودنش نیست، مسئله اینه که بعد اون وقت انتظار داریم که هیچ چیزی عوض نمیشه، انتظار داریم که همش، میگم، نگاهمون به بیرونه، تغییر و معجزه و بت از بیرون باید اتفاق بیفته، در صورتی که چنین چیزی نیست. یک ذره میایم واضح‌تر و دیتیل‌تر صحبت میکنیم. مثلا خب میگم هر ایرانی، حالا میگم ایرانی، میگم کسایی که مال کشورهای دیگه هستن، نسبت به مسائل خودشون در هر جای دنیا و ایران یه سری اعتقاداتی دارن نسبت به هر چیزی. حالا بعضی یه حزبی رو دوست دارن، حالا میان اینو در شبکه‌های اجتماعی شیر میکنن. ما چرا اصلا اینقدر به هم دیگه حمله میکنیم، اینقدر وارد به این راحتی به خودمون اجازه میدیم به دیگران توهین کنیم و تهمت بزنیم؟ خیلی راحت. و فکر میکنیم که دید ما درسته، حق با ماست و دیگران کاملا اشتباه میکنن. و به ثانیه چون احساساتمون کنترل میشه، یعنی احساسات ما رو کنترل میکنه، کسایی که در همون ثانیه اگر یک ریاکشنی مثل ما انجام بدن، عالی ترین و بهترین و نزدیکترین دوستامون، و کسانی که خلاف ما انجام بدن، بدترینن. ما چرا فکر میکنیم که همیشه حق با ماست و در موقعی که مسائل سختی و مشکلات پیش به وجود میاد فکر میکنیم بدبخت‌ترینیم، هیچکی ما رو درک نمیکنه و اصلا چرا احتیاج داریم کسی ما رو درک بکنه؟ حالا یکی از بحث‌ها این بود که ایرانیای داخل و ایرانیای خارج، مثلا حالا کسایی که از خارجن در حد خودشون، در نسبت به آگاهی خودشون، نمیگم درست یا غلط، اینجا درست غلط وجود نداره، هر کسی اومده یه چیزی رو شیر کرده، حالا برای طرفداری، برای هر چیزی. حالا ایرانیای داخل یه حمله‌ای میکنن که شما اینجا نیستین، شما چجوری میتونین بگین، به این راحتی بگین، و میاد با دوست چندین و چند سالش درگیر میشه نسبت سر این قضیه.
البته این قضیه اولا یک چیز طبیعیه، از اولم گفتم قرار نیست اینجا یقه خودمون رو بگیم که چرا انجام شده. انجام شده، تموم شده، رفته. میخوایم برای آینده، میخوایم آگاه باشیم که چرا این ریاکشن انجام شد. بله جنگ یک چیز سختیه، ترس زیادی داره، مسلماً این ترس باعث خیلی مسائل شده و احساسات ما، خشم ما، نگرانی ها باعث شده که خشم ما بیشتر بشه، ترس ما باعث شده خشم ما بیشتر بشه، ولی جای اشتباهی داریم این خشم رو خالی میکنیم. حالا حتی از داخل ایران دوستان به خاطر مسائلی که در بعضی از شهرها اتفاق افتاد، مثلا در تهران اتفاقات، خیلی دوستان رفتن شمال و حالا خانواده ها یا دوست ها در یک ویلایی دور هم جمع شدن و مسائلی که اونجا اتفاق افتاد، درگیری هایی که اونجا اتفاق افتاد، وقتی بحث های سیاسی که میشه به وجود میاد، همه چی رو سیاه‌سفید میبینیم. میگم کسایی که با ما هن بهترین، این کسایی که با ما نیستن بدتر. و دارم اینو میگم این مسائل مربوط به نظام نیست، تک تک ماها دارم صحبت میکنم، مربوط به حزبی خارج از ایران یا داخل ایران نیست. دوستان به بیرون بازم نگاه نکنید، تک تک ما این حرفا رو سعی کنید اصلا به بقیه‌ای که به بیرونن، برادرت این کار کرد، خواهرت این کار کرد، رئیس جمهور این کارو کرد، فلان حزب رهبرش خارج از ایران این کارو کرد، اینا اصلا هدف اینا نیست. تک تک ما در جایگاهی که نشستیم کلامون رو قاضی میکنیم به این حرفا، سعی میکنیم گوش کنیم و آگاهیمون رو ببریم بالا. اینجا هدف نه نقد کسیه نه چیزی، یه اتفاقی بوده افتاده، حالا میخوایم آگاهیمون بیشتر بکنیم و خواهش میکنین رو با کسی شیر نکنین. دیدی این کارو کردی، این درگیری به وجود اومد، نه دوباره فکر نکنین ما خوبه این بقیه بدن، دیدی رفتیم تو این ویلا با هم بودیم، دیدی چه میدونم دوستی از خارج به دوستی از داخل، که دیدی یقه ما رو بی خودی گرفتی. نه این کارو نکنیم. اینا رو هم اضافه میکنم که اگر کسی برای کسی شیر کرد، ویدیو رو ضبط کرد فرستادم، اونجا یک جوابو من دیگه دادم به اون دوست عزیزی که اونو فرستاده. اصلا هدف اینا نیست. هدف میگم خودمون هر کاری که کردیم، حتی به کسایی حمله کردیم که اصلا چیزی توی شبکه‌های اجتماعی سکوت کردن. تو وطن پرست نیستی، تو چرا ریاکشن نشون نمیدی، تو چرا. حتی به کسایی حمله کردیم که اومده زندگی عادیشو گذاشته، راحت قضاوت میکنیم. اصلا طرف دوست داره، شاید از این اولا شبکه اجتماعی داره درآمد داره، حالا چه تو دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی به خود اون مربوطه. اصلا دوست داره شادی بذاره، به خود اون مربوطه. خیلی جالبیم هممونا. من اینو میگم به شخص خاصی نیست، به خودم هم دارم تکرار میکنم که موقع رنج، موقع زجر، موقع بدبختی باید همه با هم باشیم، باید همه با هم بمیریم، باید همه با هم نابود بشن. اگر کسی خوشحاله، نه این اصلا خارج، این دشمنه، این مردم زندگی دارن، مردم هزار تا دوست داره، اصلا روحیه‌شون اینجوری قوی شد، اینقدر ترس و نگرانی. ما تو مغز انسان ها نیستیم و موقع پول در آوردن میشه فقط خودم حاضر نیستیم یک ذره‌اش رو تقسیم. میگم همه رو هم نمیگم. موقعی که یه سری مسائل دیگه میشه فقط خودم، هی جمع کنیم، هی نگه داریم. پارادوکس تا کجا؟ سیاه‌سفیدی تا کجا؟ میگم هر اتفاقی هم افتاده، قرار نیست کسی رو نقد بکنه و قرار هم نیست نقد بکنه. میگم اوکیه. و حتی اینو نه فقط تو جنگ، 2-3 سال پیش در فوتبال هم دیدیم. باز هم میگم دوستان عزیز تو افغانستان، در تاجیکستان، قرار نیست نگاهو به ایران انجام بدین. اوکی؟ شما هم ببینین در کشور خودتون چه اتفاقی افتاده، چه مسئله رو میتونین به این قضیه ربطش بدین، کجاها با دوستان و شهروندان عزیز خودتون درگیر شدین، کجاها قضاوت کردین. یادتونه 3 تا مطلب گفتم که گفتم بعضی چیزا فکته. ببینید دوستان، اگر یک موضوعی من بیان میکنم و میتونم 2 تا مثال تضادش رو برای شما در آن واحد بزنم، این نمیتونه فکت باشه. پس مثلا
چرا من میگم پول خوشبختی نمیاره، نمیگم راحتی نمیاره، و اونم تعریفش فرق داره، لیمیتش فرق داره. اوکی؟ لیمیتش فرق داره، تعریفش فرق داره. به خاطر اینکه وقتی شما میگین پول خوشبختی میاره، یعنی هر آدمی که پول داره و اونم چقدر پول داره، و باز هم میگم انسان خیلی مغز زیبایی داره، بازی میکنه، نه اینقدر، نه اینقدر، نه اینقدر، نه اینقدر، حالا به اون قدم میرسی، نه اینقدر، نه اونقدر. همیشه دوست داریم خودمون رو در یک باطلاقی قرار بدیم، دست و پا بزنیم. چرا میگم این نمیتونه فکت باشه؟ به خاطر اینکه شما بگی پس همه آدمای پولدار باید احساس خوشبختی بکنن، باید افسرده نباشن. چه این چیزی نیست. و همینطور همه انسان‌های بی‌پول باید احساس افسردگی بکنن و ناراحت باشن، زجر بکشن، که باز هم اینطوری نیست. باز پس تعریفش برای خود. و همینطور این قضیه در مورد جنگم صدق میکنه. دوست عزیزی که خیلی راحت میگه شما داخل ایران نیستی، یا حتی دوستان که مثلا از خارج میگم مراقب باشین، برمیگردیم میگه چیکار کنیم، موشک، همش میگم همه چی رو به شوخی و تیکه و دیگه وجودمون شده. میگم دیگه این شده یک وجود طبیعی ماها، متاسفانه. کسی رو برات مثال میزنم که خارج از ایران داره به راحتی هم پول در میاره، هم داره زندگی میکنه، ولی اینقدر نگرانه، اینقدر استرس داره، اینقدر ناراحته، اینقدر شاید از این حمله خشمگینه، که از کسی که در ایران به یک ایمان درونی وجود داره، به یک اعتقاد، یه اعتقادی، بازم میگم مذهب منظورم نیست، داره به یک آرامش واقعی رسیده، اون مغزش که خارج از ایران جهنمی برای خودش به وجود آورده، ولی در مقابلش، در تضادش کسی هست در ایران که خیلی راحت داره زندگی میکنه. حتی در و نه تنها در این جنگ 12 روزه، جنگ هایی وجود داره در مناطق مختلفی، حتی در غزه، حتی در اوکراین، و خیلی از، نه تنها الان، گذشته آدم هایی بودن که خیلی راحت و با صلح و با آرامش زندگی کردن، و آدمایی بودن که حتی شاید در قصد بودن و همش درون جنگ درونی دنیا و زندگیشون و مغزشون، وجودشون رو در جهنم قرار دادن. برای همینم میگم وقتی من میتونم مثال هایی بزنم که در یک حالت در یک موقعیت حالت های متفاوتی داره، نمیتونه این فکت باشه. پس راحت اینقدر همدیگر رو قضاوت نکنیم. کسی رو نمیتونیم قضاوت. حتی شما نمیتونید برادر، خواهر، همسر، در یک فرزند، پدر، مادر، در یک خونه، در یک موقعیت هستین، در یک زمان هستین، هم قضاوت بکنیم. شاهکار میخوایم بکنیم، خودمون رو نگاه کنیم. کمک میخوایم بکنیم، سعی کنیم اول از خودمون شروع کنیم. ولی میگم همونجوری که اول گفتم، خودشناسی اگر سخت‌ترین کار دنیا باشه، یکی از سخت‌ترین کار دنیاست. برای همینم همیشه نگاه به بیرونه، چون خیلی راحت تره. حرف زدن خیلی راحت تره. یه جمله‌ای هست که خیلی قشنگه، میگه نصیحت نکن، حرف نزن، عمل بکن. و دیگران رو نگاه میکنن و اونا از تو میخوان که راهنماییشون بکنی. پس دوستان، میگم هر اتفاقی افتاد قرار نیست نگاه، انگشت، اشاره به سمت کسی بره. اوکی؟ احساسی عمل کردیم، اوکی، تموم شده. جام جهانی قبلا داشتیم، الان داره جام جهانی میاد و مسائل خیلی دیگه به وجود میاد. خشمی داریم که این خشم رو داریم اشتباه بکنیم، و اگر بتونیم اون ترس و اون نگرانی و اون انتظار و هزار تا چیزی که عاملش باعث این شده که اون خشم به وجود بیاد و کنترل بکنه، اون خشم به وجود نمیاد. پس هر کاری که کردیم اوکی، ولی احساساتی که داره ما رو کنترل میکنه. اگر میگی اوکی منم اینجوری هم دوست دارم اینجوری باشم، اوکی، پس دیگه پس فردا مرتب دوستاتو از دست دادی، مرتب تنها شدی، و حتی الان برمیگردی میگی ایگنورنس ها، یعنی سریعا در جواب میاد در سوال هایی که قرار از خودت بپرسی، نه از من سوالی از شما نمیپرسم، خودت از خودت میپرسی، سریع میاد یک جوابی، یک بهونه‌ای، به قول خودت یک دلیلی داری،
میای سریع جواب میدی و اون از ایگنورنس میاد. میگه اوکی من تنها باشم، ولی از تنهاییتم میترسی. اصلا تنهایی به کنار. پس چرا غر میزنی؟ چرا نق میزنی؟ چرا ناله میکنی؟ چرا افسرده ای؟ چرا خشم داری؟ پس باید یک آدم عادی باشید. چرا همش دلیل بهونه میاری؟ خب از زندگی تو بکن دیگه. یعنی باید سکوت بکنی. یعنی ولی وقتی همش نقد میکنی، همش حرف میزنی، حتی الان شده خیلی موقع دیدن ویدیو خیلی راحت قضاوت میکنن، فلانی حتما خارج از ایرانه، نه فلانی داخل ایرانه، نگاه کن دور اطرافش و لباس پوشیدنش و حرفش و راحت داره حرف میزنه، تو جایگاه ما نیست. خیلی راحت، همیشه هیچکی در جایگاه ما نیست. حتی دوستان در خارج از ایران، چرا حسن اینقدر دوست داریم یه دفعه نه تنها کسی اطرافیانمون یا هموطنمون، یه خارجی به ما بگه آخه ایران چه تاریخی داشت، چی شد، آخه ایران هم چرا اینقدر دنبال این هستیم که کسی ما رو درک بکنه، کسی ما رو بفهمه. همش از کمبودهای درونیه دوست عزیزم. چرا همش دنبال این هستیم که اون چیزی که ما شیر کردیم هدف چی بوده؟ وقتی میگی وطنم، وقتی میگی واقعا هدف چی بوده؟ آیا احساسی عمل که نمیگم بده یا خوبه، انجام دادیم، انسانیم، اوکی، ولی کنترل کن. هر چقدر این احساسات بالا پایین باشه، عواقبش هم بالا پایین خواهد بود. خنده هامون زیاد از حد خواهد بود، ناراحتی ها، افسردگی هامون هم زیاد از حد، خشممون هم زیاد از حد. هر چقدر اینو کنترل بیشتر بود، کنترلش بکنیم، کوچیکترش بکنیم، عواقبش هم کمتر خواهد بود. و اصلا اینجا نمیگم که این بهتره یا اون بهتره دیگه، میگم عواقبش هم خودمون و متاسفانه چون زنجیروار افراد خانواده‌مون میبینن، همسایه ما هم میبینه، جامعه میبینه،